درود گرم و جوشان ما را بپذیرید. همزبانان همزمان دور و نزدیک، هواداران آبادی و آزادی سرتاسری آدم عالم، ما در موضع آوازه‌دار کشور در راغون قرار داریم که اینجا طرح تقدیرساز و بنیادی و سازنده و ملت‌زای دیار روی عمل آمده ایستاده است و می‌بینیم که با پای قدم این طرح بنیادی اینجا معجزه‌های زیاده، حتی افسانه و زندگی بدل شدن دارد که این رو فرزندان دیار از قدیم تا قدیم آرزو میکردند. از آن جمله یکی از ایجادکاران هوادار ارشد ملت، مؤلف مثنوی معنوی حضرت مولوی، چون یک آرزوی شیرینی هوادار آبادی و آزادی این کشور و ساکنان آن به درگاه خداوند حکیم چون مناجات شیرین پیشنهاد کرده بودند که آفتابا بار دیگر خانه را پر نور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. شاعران موفق زمان ما هم که در هوای ایجاد جد بزرگ خود همیشه آرزو و آمال خلق را ترنم میکنند و خواهند کرد، نیز برای رسیدن به این روزها را تمنا داشتند. امروز این لحظه ها را ستایش میکنند و آینده را با دستگیری آباد سازی های چون راغون، چون افسانه برای آینده ها پیشنهاد می سازند. از آن جمله استاد روانشاد لایق شیرعلی در روزهای نخستین به دست آمدن استقلال چون یک آرزوی شیرین بالای صفحه ایجاد خود را پیشنهاد ساخته بودند. بانگ جشن تاجیکان آید همه، غلغل سامانیان آید همه، از بخارا بر دوشنبه شریف بوی جوی مولیان آید همه، بر دوشنبه پایتخت تاجیکان تختی بختی تاجیکان آید همه، هان مگو اسماعیل سامانی مور، زنده باشد کاروان آید همه، کاروانش حامل ناموس ننگ، آنچنان بود آنچنان آید همه، کاروانش نیمه راه هم مانده نیست، وارث تاج کیان آید همه، کشته بودندش عدوان بهر ما، زنده نام و زنده جان آید همه، چون دلش در یاد میلاد می تپید، چون دلش در یاد میلاد می تپید، روی کف دل ارمغان آید همه، از میان چند قرن اشک خون پهلوان و قهرمان آید همه، ای دوشنبه باز کن آغوش خود، شاه سامان مهمان آید همه. مهمان گفتم غلط گفتم، ببخش، مهمان نه میزبان آید همه. نزد ما با آرمان‌های بزرگ نامه امن و امان آید همه، نامه ما آرمانی دیگر است لیک او چون آرمان آید همه، او بهاری رفته را باز آورد، او علی رغم خزان آید همه، ای دوشنبه در کنارت روی تخت، میر سامان جاویدان آید همه،
تا جوانی آورد بر خلق خود، میر اسماعیل جوان آید همه. با نسیم بوی جوی مولیان، بر حصار شادمان آید همه. رود ورزاب و همه انواج او، پیش او دامن کشان آید همه. کوه انزاب و همه انواج آن، پیش پایش ارمغان آید همه. شک مکن ای کج نظر بر میری ما، زان زمان بر این زمان آید همه. چون جهانی ما ندارد انتها، بحر ما چون یک جهان آید همه. رودکی با عود اعجاز آفرین، دلنواز و دلستان آید همه. مادری می جام در کف کف زنان، در بری گل دختران آید همه. استادی توز شاهنامه به کف، در بری صاحب قران آید همه. در بری او با غروری تاجیکی، رستم از زابلستان آید همه. رستمی دستان بان فر و شکوه، از میانی هفت خان آید همه. از کمانداران ما ننگ آیدش، بی سینان و بی کمان آید همه. بانگ نوش ما رسد بر آسمان، چون که آن نوشین روان آید همه. پیشوای ملتی فرهنگ ساز، سرفرازان پیشمان آید همه. شور و شادی از فراز پیکرش، از کرانه تا کران آید همه. هم سرودی ما رسد بر آسمان، هم سرود از آسمان آید همه. نام ما نادیده گر گیرد حسود، نام ما از کهکشان آید همه. میر اسماعیل سجودت میبرم، کز ضمیرم ارمغان آید همه. کاش دانستی که بعد رودکی، لایق سرلاده خان آید همه. سال مقدم، یعنی سال 2011، ما هیئت ایجادی مرکز مطبوعات کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت با متصدی وقت ساختمان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون اول سروزیر مملکت شادروان اسدالله غلام که اینجا اون وقت مجرای دریا و راه خود روان بود، صحبت داشتیم که الحال از اون موضع تخمینا 150 متر ما در بلندی جای گیریم و همراه شادروان جوشان جنت باشد. اطراف ماهیت این طرح تقدیرساز بنیادی صحبت میکردیم و خوشبختانه اون رو ثبت کرده در بایگانی ملت در تلویزیون تاجیکستان نگهداری میکنیم. و این لحظه من در عرفه جشن بعد استقلال مقدس، جشن 30 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان که به صلح و وحدت سرتاسری اساس گذاشت و رشد و نمو را تا به احیای راغون آورده رساند، که امروز ما میبینیم متخصص تاجیک معجزه ساحه گیدروانرژیک را اینجا راه اندازی دارد و گویا شادروان اسدالله غلام اون لحظه ها درک میکردند که بعد چنده از عالم در میگذرند و برای نسل های امروز و آینده وصیت پیشنهاد کرده بودند که ما باید به قدر این لحظه ها و چسب و تلاش سرور کشور که با پای قدم او صلح و وحدت پیش آمد، مردمی گریزه های اجباری به وطن برگشتند و رشد و نموی سزاوار در تاجیکستان آغاز یافت که کلمیناسیای آن احیای راغون است.
این لحظه من میخواهم به شما همدیاران عزیز وصیت اسدالله غلام را که چون یک نصیحتی بسیار قیمت برای نسل ما ارزش همروزه او بالا می رود شنیده باشیم و سپس اندیشه هایمان را اطراف بود و باشی راغون ادامه خواهیم داد. و خلق بزرگوار تاجیکستان همین را گفتنی هستم که همه ما باید در گرد پرزیدنت با هم بیاییم. در 20 سال استقلال همه پیشروی هایی که شد با این شخص بزرگ وابسته است و شاعر بزرگ گفته است که دوستان سخت پیمان را زی دشمن باک نیست. شرط دوستی آن بود کس پیوند یارش نگذرد. 100,000 خیط یکتا را نباشد قوته چون به هم برتافتی اسفندیارش نگسلد. من به این سخنان همین را گفتنی هستم که اگر ما در گرد پرزیدنت خود با هم بافته شویم و همچون یک بندی مستحکم بگردیم پس ما را یگان کس کنده نمیتواند و یگان دشمن به ما فشار آورده نمیتواند و تمام مسئله های اقتصادی که ما داریم اون حتما عملی میشه.